خب قسمت آخر این جلسه هم بریم شروع کنیم. بچه‌ها تو کسرهای مساوی هم الان توضیح بهتون گفتم، به اون شکل میارم، بعضا هم همچین کاری هم انجام میدن داخل امتحان طراحا. خیلی کارو ساده میکنن معمولا. آقا مثلا نگاه کن، این 2/4. خب الان من این 2/4 مثلا بنویسم 8/16. خب با هم دیگه چی هم؟ برابرن دیگه. پس دقت کنید، بعضا این سوتی‌ها رو دانش آموزا میدن، عددش بزرگتره مثلا میشه. نه اصلا اینجوری نیست. آقا این دو تا با هم دیگه چی هم؟ مساوی هم. چجوری اینا رو تشخیص بدیم؟ معمولا اگر خواستن همچی کاری بکنن تا حد امکان کسر رو ساده کن. میخواست عدد مخلوط بده تا حد امکان کسر رو ساده کن. اوکی؟ خب یه جوری به قول معروف خودت آتو نده دست طراح که بخواد همینجا خیرتو بگیره. اوکی؟ اینجا کارو در بیار، ساده کن. آقا این چی میشه؟ 2 چند مرتبه؟ 1 مرتبه. 4/2 چند مرتبه؟ 2 مرتبه. آقا اینجا این دو تاش به 8 چند مرتبه؟ 1. 16/8 چند تا؟ 2 تا. با 1 2 مساوی. یعنی خیلی ساده است. خب ولی چرا دارم میگم؟ چون اشتباه زیاد دارید میکنید سر امتحان. خب وقتی اشتباه زیاد باشه خب معلومه منم اینجوری با بگمش. خب این بحث همینه، سر ساده کردن این کسا و این به قول معروف نکته است. یه نکته ریز دیگه هم داریم و خدا شاید دانش آموز سال 12 این اشتباه کرده. میگه آقا 3/4. اوکی؟ این تو کسر بالا -3/4. اوکی؟ ولی کسر هم مثبته، چون 4 مثبته. این اینجوری دقیقاً همین لحظه میگه آقا اصلا همچین چیزی وجود نداره. آقا این علامت منفی برای کلشه. سال هفتم یاد داریم اینو. این علامت پشتش چیه؟ مثبت. خب مثبت در منفی منفیه. 3/4. آقا من علامت منفی رو چه اینجا بذارم، چه این پشت بذارم، چه پایین بذارم، خب هیچ تفاوتی نداره. کلا همش داره میگه آقا این کس منفیه 3/4. اوکی؟ تو اگه مثلا یک کسی داشتی 1 و مثلا 5/6 بود، اینجا منفی بود، خب اینو میتونی اینجوری بنویسی، اینو میتونی اینجوری هم بنویسی. خب بیمارم که نیستیم که بخوایم همینجوری این ور اونور بنویسیم. خب صرفا تو سوال همینجوری بهت میده که بدون این کس منفیه. حل مثلا اینو بهت میده داخل سوال. خب کل محاسبات انجام میدی، فقط این منفی این پایین میذاری، میگه آقا منفی مال 6. خب و من حسابش نمی‌کنم. نه آقا این منفی که اینجاست برای کل کسره. چرا کل کسره؟ حساب کن. این علامتش چیه؟ مثبت. درسته؟ مثبت در منفی. اوکی؟ اینجا پس شد چی؟ کلا علامت ما اینور شد منفی. اینجا اینور شد منفی. اینور علامتمون چیه؟ مثبت در منفی. اوکی؟ شد -1 و 5/6. اوکی؟ حالا یه نکته دیگه، مثلا آقا اینجا 1 و 6 با علامت منفی، اینا مثلا 7 بذارم. اوکی؟ حالا این چی میشه؟ این هم میتونیم بگیم منفی در منفی مثبت. درسته؟ همینجوری میشه 1 و 6 7. پس در کل خلاصه این بحث همینه، به این شکلی که کلا علامت منفی و اینا داشتی که تعیین علامت ریز کن، قاطی نکنی سر جلسه امتحان، یا اون موقع تو اول و بالای امتحان چیزی هستی ممکنه یادت بره آقا اینجا منفی در منفی مثبت میشه و اینو حساب میکنی. این نکته اینجوری بود. یه نکته دیگه، چجوری تشخیص بدیم یک عدد گویاه یا گنگه؟ خب یه تعریفی ما داریم برای اعداد گویا. اگه اینو معمولا اول میگفتیم بچه‌ها یکم خوف می‌کردن، الان میگیمش که الان مفهومش جا افتاده. هر عدد کسری، اعشار چرا نمی‌نویسن؟ چون اعشار هم میتونی کسر بنویسیش دیگه. پس بگیم با فرض اینکه اعشارها هم میتونیم کسر بنویسیم. هر عدد کسری که به شکل A بیوم باشه، خب که A 1 عدد صحیح و B 1 عدد صحیح غیر صفر باشد، آنگاه آن کس یک عبارت گویا می باشد. این شد تعریف اعداد
گویا. پس یه بار دیگه میگم، یک کسری که به شکل A بیوم باشه که A یک عدد صحیح باشه، 0 1 2 3 الی آخر، 0 منفی 1 منفی 2 الی آخر، خب یعنی صفر هم میتونه داخلش باشه. خب یک عدد صحیح باشد و B یک عدد صحیح غیر صفر. چرا غیر صفر؟ مخرج مگه میتونه صفر باشه؟ مخرج نمیتونه صفر باشه. اوکی؟ اینجا دیگه میره داخل حالتهای دیگه و نمیدونم رفع ابهام و این کارا که ما سال 8 مثلا کاری با اینا نداریم. آقا مخرج چیه؟ مخرج صفر اگه باشه حاصل ما میشه اصلا بی‌نهایت. اوکی؟ پس ما اصلا این بیه نباید صفر باشه. پس یه بار دیگه میگم، هر عدد کسری که به شکل A بیوم باشه، A عدد صحیح باشه، عدد صحیح مجموعه‌شو بیار تو ذهنت، هر عددی میتونه، حتی صفر هم میتونه باشه، صحیح باشه و B یک عدد صحیح غیر صفر باشن، آن کس یک عبارت گویا هست. مثلا نگاه کن، A عدد صحیح باشه، یک عدد 2 صحیح دیگه، مثلا B هم مثلا منفی 5 باشه. خب نگاه کن آیا این گنگه یا گویا؟ خب گویاه، تموم شده رفت. اوکی؟ این تعریف خیلی به کارتون میاد. بعدن که میخوام مثلا عدد گنگ و گویا رو از هم جدا بکنی، خیلی راحت به کارتون میاد، میتونید با همین تعریف داخل ذهنت کارو در بیاری. ولی حالا مثلا به من بگو آقا 0.4 جزء اعداد گنگه یا گویا؟ 0 تا 30 داری 4 نفر آدم، به هر کدوم چقدر میرسه؟ هیچی. 0 آقا عدد گویا دیگه، چه کارش داری بدبختو؟ خب حالا مثلا اگه مثلا 4 صفرم داری چی؟ خب نه این اصلا حساب نمیشه جزء عدد. اوکی؟ با این کار نداشته باشید. معمولا هم نمیدنش که بخوان اذیتتون کنن، ولی حالا یکی میخواد مثلا چیز کنه میارم، ممکنه بیاره جلوت بذاره. این از عبارت بچه‌ها به طور کلی اگه من بخوام اعداد گویا رو برای شما من دسته‌بندی بکنم، اعداد غیر گویا رو برای شما دسته‌بندی کنم، اولین عددی که مثلا میتونیم الان تازه فهمیدیم دیگه، اعدادی که کسرهای اینجا می‌نویسم، اعداد غیر گویا که ممکنه تو سال 8 باشون برخورد کنیم. یک، کسرهای تو پرانتز اعشارهای نامتناهی. اصلا یه مثال شبیه برای من بزن ببینم نامتناهی تو کسر شکلیه. آقا رادیکالمون 31 بود که مثال زدیم، رادیکال 31 دوم. بفرما. دیدی؟ اصلا همینو کلا بذار زیر رادیکال. چی میشه؟ خب ببین الان نامتناهیه. دومی عددی که ممکنه بهش بخوریم عدد پیه. عدد پی گویا یا گنگه؟ عدد پی 3.14 خالی که نیست. خب 3.14 همینجوری میره تا آخر. اوکی؟ پس عدد پی هم جزء اعدادیه که ممکنه داخل سال 8 بهش بر بخوریم و گویا نباشه. 3. جذر های تقریبی. جذرهای تقریبی که انتها ندارن. اوکی؟ همینجوری حرکت کردن رفتن تا جلو. این معمولا چیزایی هستن که بهشون ممکنه بر بخوریم و باید تشخیص بدیم که جزء اعداد گویای ما نیستن. این بخش از اینجا یه چند تا مثال هم بریم با هم دیگه حل بکنیم که به قول معروف چی بهش میگن حساب اعداد گویا بیاد دست. مثلا الان این برداری اگه داشته باشیم، این 0 باشه، 1 باشه، این 2 باشه، این سوال اصلا عشق طراح هست. اوکی؟ بین عدد 1 و 2 3 رقم بنویسید. مثلا این عاشق این سوالن. عجیب. آقا 3 رقم میخوام بنویسم دیگه، 1 2 3. اوکی؟ حل؟ میخوام بین اینا بنویسم. به من بگویید تقسیم بر چند شده؟ 1 2 3 4. 4 قسمتش کردم دیگه. 3 رقم میخوام بنویسم، 4 قسمتش کردم. حل؟ حالا به من بگو این چند تا 4 میشه؟ نگاه کن اینجا ما یه باکس 4 تایی داریم دیگه، درسته که جزء محاسباتمون هم الان نمیخوایم باشه. این یه باکس 4 تایی داریم دیگه، 1 4 2 4 3 4 4 4. اوکی؟ اینجا چند بنویسم؟ 5 4. اینجا چند بنویسم؟ 6 4. اینجا چند بنویسم؟ 7 4. اینجا چند؟ 8 4 که معادل عدد 2. اوکی؟ تا دلت بخواد میتونی اینجوری انجام بدی. خب عدد بزرگ بود، عدد وسط بردار بود. من بردار رو مثلا تا 102 مثلا عدد 100 بود، من بردار رو تا عدد 100 بکشم یکی یکی بشمارم. نه آقا نمیخواد اینجوری حساب کتاب بکنی. الان اینا میخوای تقسیم بر چندش کنی، چند تا بخوای انجامش بدی، مثلا 6 تا 6 تا. اوکی؟
6 تا 6 اول با همین عددهای 1 و 2 مثال میزنم. اوکی 1 2 3 4 5 6 اوکی 1 2 3 4 5 6 7 اینا چی شدن؟ 7 قسمت مساوی تقسیم شده. اوکی خب چند تا باکس هفتایی این پشت داری؟ یه دونه. پس نگاه کن یکی 70 داری دیگه، درسته؟ یه باکس هفتایی این پشتش داری دیگه، مثل اینجا یه باکس 4 تایی داشتیم. چند تا باکس هفتایی پشتش داری؟ یه دونه داری. اوکی حالا میشه چی؟ 7 هفتم که بشه 1، درسته؟ 7 هفتم. یکی بیشترش چی میشه؟ 8 هفتم. بعدیش 9 هفتم. همینجوری برو تا آخر تا برسه به 14 هفتم که برسه. حالا عددا رو بزرگ میکنیم. یه مثال اینجوری زدم که بریم عددا رو بزرگش کنیم. خب مثلا اینجا میگه بین عدد 22 و مثلا 23 مثلا 3 رقم بیارید. اوکی یا 4 رقم بیارید، چون 3 رو بالا مثلا میگیم 4 تا. 1 2 3 4 تا رقم میارم دیگه. اوکی میگم مراحلش هم اینه، بین اعداد 22 و 23 4 رقم بیارید. عدد 22 و 23 میکشم، 4 رقم تعیین میکنم، میگم چند تا داره. 1 2 3 4 5. اوکی تو سوال نمیاد بگه که آقا فاصله شون یکی باشه فاصله شون یکی نباشه، این چیزا رو نمیاد بگه، صرفا میگه بین این و این. بچا این خیلی نکته مهمیه ها، بچه‌ها خیلی‌ها تو این قضیه گیر میکنن، میگن بین 20 و 22 و این. من استاد این کارا چیه؟ میتونی اعشار هم بنویسیم، بعضی میگه عدد کسری بنویس. خب میتونی اعشار بنویسی، مثلا بنویسی آقا 22 و 1 دهم. خب و بشین اینو کسرش کنی تبدیلش کنی و فلان اینا. بعضا میگه آقا کسر بنویسش. آقا مثلا این چند تایی باکس تو 1 2 3 4 5 تایی دیگه، درسته؟ چند تا باکس 5 تایی داری اون پشت؟ 22 تا. خب 22 تا. حالا این دفعه اینجوری میخوام بنویسم 22 تا 5 تا. اینجا چند؟ 1. چی شد استاد عدد مخلوط نمیشی؟ بله به همین راحتی. چند تا باکس؟ چرا 5؟ چون خودش گفته 4 تا عدد در بیار. 2 3 4. این 4 تا عدد با چه فاصله‌ای با هم هستن؟ نگاه کن 1 2 3 4 5. اوکی این بینشون 5 تا فاصله میفته، درسته؟ که بخوام 4 تا عدد رو در بیارم. حل 22. خب چند تا داره میره؟ 5 تا داره میره. 5 میذارم چند تا باکس 5 تایی؟ 22 تا. اوکی اینجا چند تا اومدم جلو؟ 1 اومدم جلو. اینجا چند تا اومدم جلو؟ 2 تا 5 تا با یه باکس 22 پشتش. یه باکس 22 اینجا چی؟ 3 5. اینجا یه باکس 22 4 5. یه باکس 22 5 5 که میشه چی؟ 23. اوکی داخل جلسه حل سوالمون و حل سوالات کتاب پس 1 تمام این نکات و مسائل رو، این ویدیو صرفا آموزشیه که به قول معروف بیس کارمون در داخل ویدیوی حل سوالاتمون و حل سوالات فصل 1مون تمام این موارد رو یکی انجام میدیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنتی اگه سوالی چیزی داشتی حتما رو انجام بدید که ما براتون پاسخ میدیم. موفق و پیروز باشید تا جلسه بعد.